سلام بچه ها، چطورید؟ من MJ گیم هستم. خوش اومدید به این ویدیو. امروز آنباکسه. اگه گفتید چی؟ میکروفون خریدم. آنباکس میکروفونه K9. بریم سراغش. خب بچه ها، اومدیم آنباکس. اول این با یه دست پامم مصدومه. واسه با دست راست وارد بره. خب خیلی خوبه. خب بریم بذار فوکوس. اینجا نوشته به چینی نوشته ماشاءالله. بذار فوکوس رو قطع کنم چون درسته اینجا بخونید دیگه. میکروفون K9. بله اینکه تایپ سی هم هست. خب بریم آنباکس. چرا اومدم ای شیخ وایس بینم. وای خدایا، فکر کردم وای اینو دیدم اول فکر کردم برای آیفونه. خب درش بیاریم واسه. خب درش آوردم. این اوکیه. بله خب اول این بخش رو باز کنیم. خب این سیم شارژ فکر کنم. رسید. روشم نوشته سیم شارژ اصلا تابلو. نه تایپ سی هم هست. خب اینا هم میندازیم کنار و خود اصلیش این که به گوشی میخوره بلوتوثشه. این هم اگه آیفون داشتید میخوره به این میکروفونه. بله خب این یکی از میکروفون ها گذاشتمش داخل دواره. اینم یکی دیگهش یه کوچولو بزرگ و سنگینه به نظرم ولی اوکیه. وایسید تا اینم دفترچه راهنمای خوزگل. این ورش چیز داره. بله اول میگه اینو به این وصل کن. این دکمهشو میزنی، اینو میزنی شارژ، اینو میزنی تو گوشی، بعد صداش میاد. بعد اینو صدا میکنی. این ورش هم دوباره همین نوشته. این خب حالا میریم تستش کنیم. بای. خب الان من زدم شارژ. اون یکیشم الان تو شارژه. این یه دونه رو زدم شارژ. اینو در میاریم. دکمهش روشن. الان تستش کنم براتون میذارم. سلام، صدای منو از طریق میکروفون K9 میشنوید. این میکروفون خیلی 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 زیاد
هم نباید نزدیک صورت باشه. الان من نزدیک کنم صدا اینجوری میشه، ها اینجوری میشه. و اینکه تو فاصله 30 سانتی باید باشه. و اینکه خیلی نباید بلند حرف بزنی. اگه ببینید بعضی جاها صدا خیلی بد میاد، بدونید که دارم بلند حرف میزنم. میکروفون خیلی خوبیه. اگه میخواید بخرید، توی مغازه ما الان خریدیم تقریبا 650. اگه میخواید بخرید 2 عددیه و خیلی بسته خوبیه، خیلی میکروفون خوبیه. کیفیتش هم به نسبت به قیمت عالیه. اگه میخواید بخرید. حالا من چند وقت بود ویدیو نمیذاشتم به خاطر خرید یک میکروفون خوب بود. ممنون که این ویدیو رو میبینید و بریم دیگه از فایل وایس خارج شیم و بریم سراغ ویدیو. خب دیدید که صدای این میکروفون چقدر عالی بود. اینکه من اگه صدا مثلا خیلی چیز بود، بدونید که توش خیلی بلند حرف زدم و صداش خیلی عالیه. و اینکه ممنون که این ویدیو رو اگه میخواید لایک کنید و سابسکرایب کنید، چون که مجانیه و همیشه میتونه نظرتون راجبش عوض بشه که سابسکرایب کنید و یک کامنت خیلی کوچیک بذارید که امیدوارشم و ویدیوهای بهتری بذارم. ممنون از اینکه ویدیو رو میبینید. خدا نگهدار.